استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اجتماعی خیلی در بین ما به خصوص اونایی که موبایل هوشمند دارن زیاد شده. می‌خوایم سری بزنیم به یکی از این پیام‌رسان‌هایی که بومی هستن، ایرانی هستن و ببینیم که چه کارایی‌هایی داره و چطور میتونه به استارتاپ‌ها کمک کنه. با ما تو این گزارش همراه باشید. دو تا زاویه میتونیم بهش نگاه بکنیم. یه قسمتی بحث پیام رسانش هست که در حوزه پیام رسانی هر آنچه که اپلیکیشن های دیگه مثل تلگرام دارن در اختیار کاربران میدن، حتی بیشترش رو در اختیار کاربران داریم قرار میدیم. اما از حوزه‌ای که بخوایم نگاه بکنیم متمایز هست نسبت به بقیه، بحث سرویس‌های تعاملیش هست که تحت عنوان دنیای گپ داخل خود اپلیکیشن قابل دسترسیه که در دنیای گپ بیش از 150 نوع سرویس و بازی تعاملی در اختیار کاربران قرار میگیره. سرویس‌های مختلف مثل سرویس‌های کودک و نوجوان، سرویس‌های کتاب گویا، سرویس‌های اخبار ورزشی هنری که شخص میتونه با فعالسازی هر کدوم از اینا روزانه اخبار مربوط به اون رو دریافت کنه. بیش از نیم میلیون نفر فعلا عضوش هستن. آره خوشبختانه استقبال خوبی از طرف مردم شده. شاید یک قسمتش برمیگرده به اینکه ما اکثر پیام رسانه‌های خارجی که وجود داره تو ایران رابط کاربری خیلی ساده و شاید بگم ایرانی پسندی نداره. گپ سعی کرده بر تجربه کاربری ایرانی‌ها تمرکز کنه. الان بیشتر از 200 تا استارتاپ روی گپ میزبانی دارن میشن و داره گپ بهشون سرویس میده. در واقع گپ در هسته خودش یه در واقع ابزاری رو داره، یه سامانه‌ای رو داره به نام SDP یا سرویس دلیوری پلتفرم. کار SDP اینه که میتونه یه API رو در اختیار توسعه دهنده بذاره که خیلی از شاید کم و کاستی هایی که یه استارتاپ بهش نیاز داره، از جمله درگاه پرداخت، از جمله جمع‌آوری سریع و راحت و پردازش اطلاعات مشتری، همه اینها در قالب این API در اختیار این تولید کننده قرار میگیره. ما الان یکی از شاید بگم جنبه‌های مثبت و دلایل رشد خودمونو این در واقع استقبال خوب این توسعه دهنده ها و این افرادی که علاقه‌مندن. ما اینقدر برامون جذاب بود که یه مسابقه رو راه اندازی کردیم، مسابقه برنامه‌نویسیه که حالا با مجموعه‌های مختلف هم به عنوان اسپانسر این هستن که از همین نمایشگاه معرفی شده. اسم این مسابقه تاپ کودرز، یه مسابقه برنامه‌نویسی برای تولید سرویس های تعاملی بر بستر شبکه اجتماعی. اولین مسابقه برنامه‌نویسی گپ هست که به صورت کشوری داره برگزار میشه و مسابقه هم رایگانه. برای قسمت سرویس های تعاملی گپ هست که فراخوان داریم برنامه‌نویسان بیان که سرویس های خلاقانه خودشون رو برای قسمت دنیای گپ بنویسن. داورای خیلی خوبی هم داریم این دوره. ناصر قانع‌زاده عزیز هست، مجید علوی زاده، ایمان قصر فخری و جناب انجیدنی از خود مدیر عامل گپ هستن. داخل سایت topcoders.gap.in میشن. یه پنل ثبت نام داره، ثبت نام میکنن و خیلی ساده رایگان هم هست. میتونن سریع ریسورسایی که نیاز هست رو در اختیارشون قرار میده و شروع به کار میکنن. تا 25 شهریور هم فرصت دارن که سرویس‌های خودشون رو آماده بکنن. از نگاه مخاطب در واقع نهایی گپ چند تا ویژگی داره. یک ویژگی خب به دلیل بومی بودنش یه سری ویژگی خیلی ساده، مثلا میگم اینکه شما تو داخل پیام رسان تقویم شمسی داشته باشید به نسبت تقویم میلادی کار باش براتون راحت‌تر. اما به غیر از امکانات پایه ما سعی کردیم به دلیل اینکه از نگاه مخاطب ما اومدیم یه حجم زیادی از خدمات و حوزه‌های مختلف رو براش تجمیع کردیم. یعنی شما می‌خواید روزنامه داشته باشید تو دنیای گپ در اختیارتون هست.
بازی میخواید بکنید تو دنیای گپ هست، میخواید کارت شارژ بخرید اونجا هست، کتاب الکترونیکی میخواید بخرید، موزیک میخواید بخرید، فیلم میخواید بخرید، بلیت سینما میخواید بخرید، هر چی بخواید توی گپ براتون در اختیارتونه. قاعدتاً به جای اینکه شما نیاز باشه 10 تا اپلیکیشن مختلف نصب کنید، ما به عنوان یه تجمیع کننده، در واقع اینا هیچ کدوم خدمات ما نیست، همه شرکت‌های مختلفن، تیم‌های مختلفی هستن که خودشون اکثرا بعضیشون حتی اپلیکیشن مستقل هم دارن، اما اومدن یه به عنوان یه پیشخوان دومی گپ رو انتخاب کردن، خدماتشون اینجا ارائه میدن. پس شما اگه گپ رو نصب کنید به یه حجم زیادی از خدمات که توسط شرکت‌های مختلفی ارائه میشه با همون سطح کیفیت دسترسی دارید. فقط دیگه لازم نیست 20 تا اپلیکیشن رو گوشیتون نصب باشه یا 10 تا آدرس وبسایت ازبر کنید برای کار کردن. آقای انجیدی، چشم اندازتون چیه روی گپ؟ یعنی در ماه‌های بعد، سال‌های بعد چه اتفاقی میفته؟ گپ نگاهش اینه که تو 2 تا مسیر کلی رشد کنه. یه مسیر قاعدتاً توسعه خود زیرساخته و توسعه در واقع اون میشه گفت زیرساخت فنی، بحث‌های خدماتی که تو حوزه پیام رسان به مردم باید ارائه بشه. بخش دوم در واقع توسعه در واقع ارتباط ما با کسب و کارهاست. یعنی در واقع ما تو حوزه بی تو بی مون کلی برنامه داریم، مسیر در واقع شاید بگم خیلی از کسب و کارها رو یا حتی تغییر بدیم کلا، یا اینکه ما این پیشخوان رو بهش اضافه کنیم. یه سری زمینه‌ها هم هست که ما مثلا میگم تو حوزه بازی و سرگرمی تو ایران گیم سنتر خیلی جدی نداریم. ما خودمون قبلا جزو محصولاتمون یه گیم سنتر داشتیم به نام بازیبان که اومدیم اینو الان در واقع در قالب گپ پیاده سازیش کردیم و در واقع امیدواریم تو سال جدید و سال بعد بتونیم در واقع شاید بگم یه محصولی که تو ایران وجود نداشته و در واقع جای خالیش خیلی حس می‌شده. ما تولید کننده‌های بازی زیادی داریم، اما خیلی این بازی سازای مشکلی دارن. این هم اینه که یه بازی که تولید میکنن، این بازی عرضه میشه، فروش میره گاهن، اما وقتی میخوان به بازی دوم برن یه پله‌ای وجود داره، باز دوباره همه چی از صفر شروع میشه، بازیکنشون رو از دست دادن چون یه بازی دیگه است، کلی از مشکلاتشون دوباره از صفر شروع میشه. اما یه گیم سنتر خوب باعث میشه یه بازی ساز همیشه یه قسمت از اسستش رو با خودش از یه بازی به بازی دیگه ببره و این باعث میشه که اون پروموشن، اون نشر و خیلی از مسائل دیگه خیلی راحت‌تر انجام بشه. What?